میدونستی که بین میکروبیوم روده و میزان و کیفیت خواب بالا ارتباط مستقیمی وجود داره؟ در تحقیقات اخیر دیده شده که با تقویت میکروبیوم روده میتونیم با کیفیت بالایی از خواب دست پیدا کنیم، به طوری که میکروبیوم روده میتونه با تاثیر بر نوروترانسمیترها و هورمون‌هایی که بر میزان خواب مؤثرن مانند سروتونین و دوپامین هم میزان و هم کیفیت خواب رو افزایش بدن. و همینطور هرچه ما خواب با کیفیت و بهتری داشته باشیم، میکروبیوم روده هم تقویت میشه. بنابراین این دو بر روی هم تاثیر مستقیمی دارن و ما با تقویت و در واقع مصرف برخی مواد غذایی که بر میکروبیوم روده تاثیر مثبت دارن، به خصوص پروبیوتیک ها و پریبیوتیک ها، میتونیم به تقویت فلور میکروبی کمک کنیم و در نتیجه خواب بسیار خوب و با کیفیتی داشته باشیم.